سلام به یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی PLC میت خوش اومدید. ویدیو امروزمون در مورد کلیدهای حرارتیه. من رضا هستم و توی این ویدیو قرار با کلیدهای حرارتی آشنا بشیم. نحوه عملکردش رو بررسی و با بیمتال مقایسش کنیم. همچنین نحوه تنظیم و تستش رو یاد میگیریم و سیم‌بندیش رو هم در مدارهای تک فاز و سه فاز بررسی میکنیم. MPCB یا موتور پروتکشن سیرکیت بریکر، کلید حرارتی یا راه انداز موتور، نوعی بریکر یا قطع کننده مداری که موتور رو در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه حفاظت میکنه. کلید حرارتی قابل قطع زیر بار بوده و میتونه مدار رو در حین کار قطع و وصل کنه. کلید حرارتی دو حفاظت اصلی شامل حفاظت مغناطیسی و حفاظت حرارتی رو بر عهده داره. عملکرد حرارتی برای حفاظت موتور الکتریکی از اضافه جریان و عملکرد مغناطیسی برای حفاظت موتور الکتریکی در برابر جریان اتصال کوتاه. عملکرد حرارتی در کلیدهای حرارتی زمانی فعال میشه که جریانی فراتر از جریان نامی الکتروموتور به اون اعمال بشه. برای مثال هنگامی که روتور درون استاتور قفل بشه، الکتروموتور جریانی بیشتر از جریان نامی خود از مدار میکشه که این کار باعث داغ شدن الکتروموتور و عبور جریان بیشتر از تجهیزات الکتریکی مرتبط میشه. در این حالت عملکرد بیمتالی کلید حرارتی فعال میشه. درون کلید حرارتی دو فلز غیر همجنس با ضریب انبساط متفاوت وجود داره که زمانی که جریان بیشتر از حد مجاز از این دو فلز عبور کنه، فلزی که ضریب انبساط کمتری داره شروع به خم شدن میکنه تا جایی که اهرم زیر فلز فعال شده و مدار قطع میشه که پس از سر شدن نیز به حالت اولیه برمیگرده و مدار وصل میشه. به همین دلیله که حفاظت حرارتی کلیدهای حرارتی با تأخیر انجام میشه. در خصوص عملکرد مغناطیسی کلیدهای حرارتی، اولین نکته‌ای که به چشم می‌خوره اینه که برخلاف حفاظت حرارتی، در حفاظت مغناطیسی مدار بلافاصله قطع میشه و با تأخیر همراه نیست. عملکرد مغناطیسی کلیدهای حرارتی در زمان بروز اتصال کوتاه فاز با فاز، فاز با نول یا فاز با زمین فعال میشه. حفاظت مغناطیسی این کلیدها توسط یک بوبین انجام میشه، به این صورتی که در شرایط نرمال جریان مدار به وسیله دو کنتاکت که به هم متصلن از بوبین داخل کلید حرارتی عبور میکنه و میدان مغناطیسی بسیار کوچیکی رو ایجاد میکنه. اما زمانی که خطای اتصال کوتاه رخ میده، در یک لحظه جریان بسیار زیادی از بوبین عبور میکنه. این جریان زیاد باعث ایجاد میدان مغناطیسی شدیدی میشه که قادر هسته آهنی داخل بوبین رو به حرکت در بیاره و در نهایت این حرکت باعث فعال شدن اهرم قطع شده و مدار قطع میشه. چند تا از مشخصات ظاهری کلید حرارتی را نام میبریم: ترمینال های ورودی سه فاز قدرت کلید، ترمینال های خروجی سه فاز قدرت کلید، نگهدارنده نصب روی ریل، زبانه قابل تنظیم جهت تنظیم رنج جریان کلید حرارتی، محل نصب کنتاکت کمکی، کلید 0 و 1 یا قطع و وصل مدار، نشانگر تست تریپ کلید حرارتی، نماد مداری کلید، همون شماتی که معمولا این نماد رو هم رو کلیدها درج میکنن، و شرکت سازنده و یه سری مشخصات دیگه که بسته به کلیدهای مختلف متفاوته. میدونین که کلید حرارتی و بیمتال جفتشون از موتور الکتریکی حفاظت میکنن، ولی یه تفاوت‌هایی هم دارن. تفاوت‌هایی که کلید حرارتی و بیمتال دارن به این صورته: 1. کلید حرارتی مدار قدرت رو قطع و وصل میکنه، ولی بیمتال مدار فرمان رو قطع میکنه. یه کار که میشه کرد با استفاده از تیغه بسته بیمتال در مسیر بوبین کنتاکتور مربوط به بیمتال، میشه بوبین کنتاکتور رو به محض اتفاق افتادن خطای اضافه بار یا خطای جریان حرارتی قطع کرد و به این ترتیب مدار قدرت هم قطع میشه. 2. کلید حرارتی در برابر خطای جریان حرارتی یا همون اضافه بار و خطای جریان مغناطیسی یا همون اتصال کوتاه عمل میکنه، ولی بیمتال تنها در برابر خطای جریان حرارتی که در اثر جریان اضافه بار و داغ شدن موتور ایجاد میشه عکس العمل نشون میده. 3. روی کلید حرارتی کلید یا شاسی قطع و وصل وجود داره، در صورتی که این کلید روی بیمتال وجود نداره. 4. کلید حرارتی به عنوان یک بریکر قبل کنتاکتور و در قسمت مدار قدرت و ابتدای فیدر قرار میگیره، ولی بیمتال بعد کنتاکتور قرار میگیره و بر روی مدار فرمان عمل میکنه. از مزایای کلید حرارتی قابل تنظیم بودن رنج جریان اونه، به این صورت که بر روی کلید حرارتی یک زبانه دوار کوچک قرار داره که
در یک بازه معین جریانی امکان تغییر داره. برای هر موتور بسته به توان نامی موتور باید یک کلید حرارتی مناسب و متناسب با جریان نامی موتور انتخاب بشه. سپس جریان کلید حرارتی رو مطابق با جریان نامی موتور توسط اون زبانه تنظیم جریان تغییر میدیم. کلیدهای حرارتی یک بازه یا رنج جریان رو تحت پوشش قرار میدن و در رنج‌های استاندارد و تعریف شده مشخصی ساخته میشن. این جریان معمولاً به میزان 10% بیشتر از جریان نامی موتور انتخاب میشه. نحوه تست کلید حرارتی به این شکله که ابتدا کلید رو در حالت آن یا استارت قرار میدیم و پس از اون با فشردن هستی تست کلید باید قطع بشه و به حالت تریپ بره. اگه رفت و قطع شد میفهمیم که کلید سالمه. کنتاکت‌های کمکی کلید حرارتی میتونه روی کلید حرارتی یا بغل کلید حرارتی نصب بشه و وضعیت قطع یا وصل کلید حرارتی رو نشون میده. نحوه سیم‌بندی کلید حرارتی دو حالت داریم، یه حالت تکفاز و یه حالت سه‌فاز. تو حالت تکفاز باید یکی از خروجی‌ها رو به یکی از ورودی‌های کلید حرارتی متصل کنید. تو حالت سه‌فاز هم که مثل کنتاکتور سه‌فاز وارد میشه و سه‌فاز خارج میشه. توضیحات من در مورد کلید حرارتی تموم شد. اگه سوالی داشتید میتونین کامنت بذارین، حتما سعی میکنم جواب بدم. اگه این ویدیو رو دوست داشتین و میخواین ویدیوهای بعدی منو دنبال کنین، لطفا کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنین و این ویدیو رو لایک کنین. مرسی.